سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز می‌خوایم در مورد پلی استیشن 2 نو یا آک یا مونتاژ یا رفرش شده صحبت کنیم. چیزی که داخل فروشگاه هستش و خیلی از دوستان پرسن این جریان چیه؟ یعنی چرا نمیشه مونتاژ آک؟ یا باید آک باشه یا دست دوم باشه؟ که ببینید دو تا موضوع توی پلی استیشن داریم. یکی اینکه یا این پلی استیشن رو شما دست دوم می‌خری استوک که تو دیوار تو مغازه دارن می‌فروشن، تو سایت خودم استوکش هست که کنسولش دست دوم مشخص قشنگ کثیف از جای خط و خش هست. اون سیمش ممکنه قبلا استفاده شده که قطعا استفاده شده، دستش استفاده شده، همین دست دوم دیگه. ما به اسم دست دوم مشخصه، چیز سختی نیست. یه دونه هم داریم به اسم آک. اینی که توی مغازه رو میفروشن به اسم آک، تو دیوار همش دروغه. مثلا آک 60 سال 2013 دیگه نداریم، یعنی شرکتش نمیسازه. اینا در واقع میان این شرکتای کوچیکی هستن، حالا زیر زمینی میشه گفت یا هر چیزی، میان سویدور بازار رو تهیه میکنن، شاسیش رو تعویض میکنن، یعنی قابش رو تعویض میکنن، نو میکنن، وسایل توشو میندازن میره و وسایل نو مثل دسته نو، سیم نو، همش نو میکنن، کارتوش هم نو میکنن و به اسم نو میفروشن. یه سری هستن که از خدا میترسن میگن آقا این مونتاژ رفرش شده است، یه سری هم نمیترسن میگن آک. ما گفتیم آک نداریم، من خودم نوشتم مونتاژ آک یعنی رفرش شده. حالا این بعدی یا خوبه؟ گفتم بهتون خوبه، چون که اینا میان دستگاه رو نو میکنن و گارانتیش میکنن بفروشن، پس مجبورن دستگاه رو کاملا چک کنن و دستگاه واقعا نوئه، یعنی کنسول شما نگاه کنید انگار با شرکتی که کارخونه ساخته هیچ فرقی نمیکنه لازم تمیز بودن. و اینکه موضوعی که وجود داره معمولا نه که توی بازار هستن دیگه به اسم نومن دیگه سی دی یا لنزش از دسترس خارج میکنن چون قیمتش بیاد پایینتر و از طرفی واقعا سی دی پیدا کردن یکم مکافات شده. مشکل سی دی پیدا کردن الان دیگه هم دوستان با گوشی بازی دانلود کنن، کپی خور کنن، بزنن داخل فلش، راحتی که خونه 2 دقیقه 900 مگا بازی دانلود میکنید میز داخلش. این خیلی بهتر کپی خور شد. اما مسئله‌ای که وجود داره امروز می‌خوایم در مورد این پلی استیشن 2 مونتاژ آک صحبت کنیم و بهتون بگیم وقتی این پلی استیشن مونتاژ آک رو از من می‌خرید چه چیزهایی داخلش هست و چه نکاتی رو باید رعایت کنید تا بتونید بازی رو اجرا کنید. قبل از اینکه بخوایم به ادامه ویدیو بپردازیم، قبلا یک ویدیویی در مورد پلی استیشن 2 ساختم که گفتم آیا میارزه در سال 1403 پول بدیم سونی 2 بخریم. حتما اون ویدیو رو نگاه کنید که داخلش به خیلی از اصطلاحات مثل کپی خور و اسلیم و فد اشاره کردم. بعد بیاین ادامه ویدیو. ببینید بچه‌ها میارزه الان بیاین مدل دست دوم یا کار کرده یا همون مدل مونتاژ آک رو بخرید، چرا که داخلش واقعا نو هست. زمانی که این محصول مثل دستتون اولی که کارتش واقعا نو هستش، درست روش وکیوم شرکتی نیست ولی واقعا نوئه، و زمانی که بازش میکنید اول یک دسته رو میبینید که داخل مشمع و آک هستش، دسته آیسی دار و با کیفیت هست، مثل این دسته‌های بی کیفیت بازاری ارزون قیمت نیست. حداقل خودم اینو جمع کردم مطمئن هستم. و اگه می‌خواستین 2 دسته بخرید میتونید دسته موقع ثبت سفارش بهش اضافه کنید که قیمتش 250 تا 280 تومن اگر اشتباه نکنم که بهش اضافه میشه، که اون دسته دقیقاً به همین کیفیت هستش. و یه دونه کابل سفیش معروف که زرد و قرمز و سفید بود هستش که شما اینجا میتونید یا مستقیم از همین کابل استفاده کنید برای دریافت تصویر از سونی 2 یا اینکه مبدل HDMI بخرید که کیفیت تصویر رو از 480 به 571 ppi تغییر میده که نسبتا تصویرتون با کیفیت تر و رزولوشن بالاتر میره. حتما هم قبلش چک کنید که این دانگل یا مبدلی که میخواید با کنسولتون سازگار باشه، چون بعضی از مدل‌ها با هر کنسولی سازگار نیستش. و یه دونه کابل برق هم داره که اینجا بازم 2 تا مسئله داریم. بعضیاشون هستن که برق مستقیم هستن مثل مدل‌ها یا ورژن‌های بالای 9000 که 9001 9002 9004 که بالاترین مدلش هستش. برق مستقیم یعنی اون ترانس برقش داخل خود کنسوله. از یه جهت خوبه برای اینکه می‌خوایم جابجا کنیم دیگه نیاز به آداپتور نداره. یه مدلایی هم هستن که مدل‌های اولیه بودن که برق مستقیم نبودن و آداپتوری بودن که به صورت سوزنی میرفت اون جا سوزنی زرد رنگ و کنسول روشن میشد. این مزیت خاصی جفتشون با هم دیگه ندارن، فقط خب این که برق مستقیم هست جدیدتر تولید شده و قطعا کمتر کار کرده. پس اگه خواستید یه وقت بین آداپتوری یا مدل برق مستقیم بخرید فکر نکنید بینشون فرق خاصی هست، ولی پیشنهاد می‌کنم برق مستقیم رو بخرید، چون مهمترین قسمتش همینه که برنامه‌های کپی خور برق مستقیم بهتر از اون آداپتوری هست. این تا اینجا. و در نهایت خود کنسول که وقتی میرسید دستتون میگید این که آکه چقدر تمیزه. آره واقعا تمیزه. گفتم بهتون مونتاژ آک هستش. اگه بهتون میگفتم مونتاژ آک شما اصلا نمیفهمید در داخل طراحش، ولی داریم میگیم که مونتاژ آک هستش. ولی دیگه اینجا لنز عملکرد نداره. گفتم بهتون لنز رو کلا مدار خارج کردن و کپی خور کردن، از طرفی راحت تر شد. میگه راحت با گوشون بازی دانلود می‌کنید، با کامپیوتر دانلود می‌کنید، می‌ذارین داخل فلش اجرا می‌کنید. چیزی که ما می‌خوایم راحتیه، راحت شده. دیگه مکافات سی دی و لنز رو ندارید. موتور یا اون کلا مدار سونی 2 هم مثل موتور پرایده، یعنی سگ جونه، به این راحتی خراب نمیشه. من اینکه مواد مثلا میگم مواد مصرف، اون مواردی که نیاز تعویض کنیم مثل فن رو بعد از چند سال رعایت کنیم و تعویض کنیم، وگرنه موتور یا موتور افتاد تو دهنم. مدار پلی استیشن 2 خراب نمیشه، یا باید آب بخوری یا ضربه، یا دیگه واقعا دیگه بشینیم مثلا 50 ساعت پشت سر هم بازی کنیم تا این مشکل بخوره، وگرنه تا 15 16 ساعت در روز هم هیچ چیز نمیشه، هیچ چیز. بشینید صبح تا شب بازی کنید.
و اما گفتم بهتون کنسولش هم تمیزه، مموری اسلات هم داخلش هست که 9 هست به همراه یه دونه فلش 64 گیگ. وقتی از فروشگاه من می‌خری فلش 64 گیگ داخلش می‌ذارم که خودم بازی رو توش اختصاصی کردم، بازی‌ها همه عکس دارن و اینکه کپی خودم روش نصب کردم که بعدا میتونید بازی سگا و سونی یکم بهش اضافه کنید که خودم توش بازی سونی یکم ریختم که حالا جلوتر بهش اشاره می‌کنم. اما بریم به نحوه اتصال و وصل کردن کنسول به تلویزیون. همینجا بهتون میگم خیلی ساده است. کلا دو تا پشتش فیش داره که یکیش میخوره به اون جای سه فیش تلویزیون، یکیش هم که میخوره به برق دیگه، هم چیز خاصی نداره. دستم که میره جا دسته‌ای. حالا برای اینکه بتونیم کپی خور رو اجرا کنیم باید اون مموری اسلات رو وصل کنیم به درگاه شماره 1 یا همون که سمت چپه. حتما دقت کنید به مموری سمت چپ یا شماره 1 بزنید، چون سمت 2 بزنید کپی خور اجرا نمیشه. اگه یادتون باشه از این مموری اسلات رو برای ذخیره بازی استفاده می‌کردیم. الان که داخلش فایل کپی خور نصب شده حتما باید داخل دستگاه باشه تا فایل کپی خور اجرا بشه. زمانی که رفتید داخل بازی میتونید درش بیارید یا اصلا بهش دست نزنید. به نظر من بهتره. حالا اگه بخواید بازی رو ذخیره کنید چیکار کنید؟ من قبلا اومدم داخل فلش سیستمی رو پیاده کردم که دیگه این به بعد بازیتون داخل فلش ذخیره میشه. این نیاز نیست برید پول بدید دوباره مموری اسلات بخرید، خیلی به نفعتون میشه اینجا. پس بازی داخل فلش ذخیره میشه. مموری اسلات رو وصل می‌کنیم داخل درگاه شماره 1 و اون فلش 64 گیگ هم می‌ذاریم داخل جای یو اس بی شماره 1. دیگه جا شماره یو اس بی 2 نزنید. دقت کنید جفتش داخل 1 هستش. و الان فقط کافیه کنسول رو روشن کنیم. زمانی که کنسول روشن میشه چراغش سبز میشه و میاد داخل یک صفحه‌ای که دو تا گزینه داره. اینجا ضبط در رو می‌ذاریم که بره صفحه بعدی. تو صفحه بعدی هم که میاد دوباره ضبط در رو می‌زنیم. حالا میاد داخل یک صفحه‌ای که حالا چند تا آیکون هستش. اینجا دوباره کلید دایره رو می‌زنیم که از اون محیط خارج بشه. دوباره مجددا کلید دایره رو می‌زنیم که دوباره از این محیط هم خارج بشه تا بیاد داخل محیط کپی خور. و الان نوشته کپی خور میاد و کنسول میره رو حالت کپی خور. و از این به بعد یادتون باشه کنسولتون خواستید چنگ کنید اولش 2 تا ضبط در و 2 تا دایره تا وارد محیط کپی خور بشه. خب اینم سیستم کپی خور. دید چقدر ساده، بازه قشنگ مثل لیست اومد بالا و این خیلی خوبه. قبلا فقط یه دونه سی دی مینداختیم بعد در می آوردیم سی دی بعدی، ولی دیگه قشنگ لیست داره و هر کدوم خواستیم اجرا میکنیم. هر بازی هم خواستیم داخلش گفتم بهتون سیو مستقیم میتونید بکنید که داخل فلش سیو میشه. یک نکته وقتی داخل بازی خواستید خارج بشید کلید L1 L2 R1 R2 کلید سلکت و کلید استارت رو با هم بزنید از بازی میاد بیرون و میاد دوباره داخل منو. اگه نتونستید این کارو انجام بدید دکمه ریست دستگاه رو بزنید تا دستگاه دوباره ریست بشه. وقتی هم ریست شد گفتم اول که کنسول روشن شه کلید ضبط در دوباره ضبط در دایره دوباره دایره، یعنی 2 تا ضبط در دایره میاد داخل محیط کپی خور. رو هر بازی هم سلکت کنید عکسش میاد، کلید ضبط در رو بزنید بازی اجرا میشه. کلید مربع هم بزنید میشه اینفو اطلاعاتش 2 تا عکس از بک‌گراند داخل بازی و اینکه حالا چیه اینم هست. 19 تا بازی هستش داخل قسمت سونی 2. به سمت چپ یا راست سلکت کنید میاد داخل بخش بازی سونی 1. 4 5 هم بازی سونی 1 براتون ریختم، مثل پپسی من، مثل کراش ماشینی، مثل بازی فوتبال 11، مثل فوتبال 98 که اینا هم داشته باشید که میتونید بازی سونی 1 رو انجام بدید. بعدا هم بهتون یه آموزش میذارم که داخل فلش سونی 2 بازی بریزید، بازی سونی 2 یا بازی سونی 1 بازی سگا که اینم خودش یه آموزش نیاز داره که بعدا میذارم. ولی داخل سایت هم تو قسمت خرید سونی 2 اومدم یک توضیح دادم که چجوری داخلش بازی بریزید. خب اینم از انتهای ویدیو. بازی سونی 2 هم واقعا بازی خیلی دوست داشتنی هستن، میتونید تو خونتون بازی کنید و بعدا یک کلیپ هم میذارم کنسول سونی 2 رو با کنسول M22 یا گیم استیک M22 مقایسه میکنم که هر کدوم ویژگی‌های برتری خودشون رو دارن. اون از یه جهت خوب، اینم از یه جهت. در کل خواستم داخلش رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم چجوری روشن میشه تا به مشکل نخورید و بدونید کپی خور سیستمش چجوریه، مخصوصا اونایی که از من دارید تهیه می‌کنید و اینکه داخلش چه بازی به صورت پیش‌فرض من می‌ریزم. زمانی که از من این کنسول رو می‌خواید این بازی که الان دارید می‌بینید داخلش هستش و همین چند تا بازی سونی که می‌ختم. دوستتون دارم.